السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیزم، امیدوار هستم که همگیتان جور، صحت و سلامت و سر حال بوده باشید. در هر گوشه دنیا که هستین خوش و خندان باشین، سفرتان پربرکت باشه. هموطنان عزیزم، مرا که از دوستا گفتن که تو همیشه همین سفرتان پربرکت باشه و لبایتان پر از خنده باشه، از این آغاز میکنی. بله، این تک کلام است، ما به همین آغاز میکنم. هموطنان عزیزم، به نوی صحبت خود آغاز میکنم، چون که میخوایم همین رقم باید باشه. همین رقم باید همگیتان همیشه خوش و خندان باشین کنار فامیلتان. زنده و سلامت باشین. هموطنان عزیزم، امروز آمدم بندر قطربلاق. قسمی که شما مشاهده میکنید سر چوک است. اینجا سر چوک است، اینجا در بندر قطربلاق است. پشت سر که میبینید بندر قطربلاق میگه. میرم همراه کسایی که اینجا کسب کار دارن، میوه میفروشن، دیگه کار میکنن در اینجا. همراه از اون معرفی میشیم، صحبت میکنیم، یک چند دقیقه از کار و بارشان ازشان پرسان میکنیم، سوال میداشته باشیم از او. هموطنان عزیزم، بیا که بریم ما خودتان دیگه قد دوست از ما یک کمکی معرفی شویم. احتیاط بکو که کدام اینجا بسیار بیروبارک است، بسیار بیروبارک است. هموطنان عزیزم، اجازه است تیر شویم. اجان صحبت میکنی؟ مهربانی دیگه بریم و اینجا بسیار بیروبارک است. قدر بیروبارک است که هیچ پرسان نکنید، احتیاط کنین. السلام علیکم، چطور هستین بزرگوار؟ جور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر جان شما جور است؟ دستکتان بتین بخیر هستین؟ جور است. سلامت باشین، زنده باشین. نامتان چی است؟ نام نصرت الله. نصرت الله جان، از اینجا شفتالو میفروشی؟ ای ماشاءالله. این آلو گیلاسک هم است؟ آلو است نه اونجا؟ آلو است. بسیار خوب. یا سیری چند است؟ سیر 200. کیلویی چند است باز؟ 30 روپه. کیلویی 30 روپه ها؟ بسیار خوب. چقدر وقت است که در اینجا کار میکنی؟ 4-5 سال میشه. 4-5 سال میشه اینجا کار میکنی ها؟ اینجا جایت است همیشه؟ هر طرف میگردیم دیگه. هر طرف میرین؟ بسیار خوب. بسیار عالی. باز اینجا شهردار چیزی خونه میگه شاروالو یا؟ میگه یگان پرای هم میکنن. یگان وقت میگه بره نه؟ به نظر اینجا غیر قانونی است اینجا که ایستاده هستین؟ به نظر شما؟ غیر قانونی خونه است دیگه، ولی استاد میکنن دیگه. خیلی چی کنیم؟ چی کنی؟ غریبی است روزگار است. خداوند در کارتان برکت بده. قربانتان، زنده و سلامت باشین. کدام پیام گفتنی دارین؟ سلامت، زنده باشین. زنده باشین. تشکر از شما، یک جان سپاس از شما. به امید دیدار. میریم و با دیگه کسی که اینجا پچی یک شفتالوی مقبول همون تو زیبا دارن، همراه آقا معرفی میشیم. امی دمی روی کامرا را اگر اعلام کنین بسیار زیاد خوشحال میشیم. السلام علیکم بزرگوار، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر باشین، قربانتان، زنده باشین. نامتان چی است بزرگوار؟ اختر محمد. آقای اختر محمد، چند ساله هستین؟ 22 ساله هستین. چقدر وقت از اینجا کار میکنین؟ 3 سال میشه. 2-3 سال میشه. همینجا هستین یا که هر طرف میرین شما؟ هر طرف میریم. بسیار عالی. یا با سیری چند است؟ کیلویی چند است؟ نه کریتکی است، کریت 3.5 ساعت. کیلو چند تا شفتالو؟ چرا با؟ حساب سی کیلو بده؟ میگه 1 کیلو بده براش، 1 کیلو تور کو براش. 2 کیلو 70 بده برو. میگه 2 کیلو 70. 60 سیر با خودش میاد، سیر با بعد خود سیر با میاد. چی میکنه میتی 2 کیلو رو 60؟ 70 روپیه سام میکنه. نه سیر با توان میکنه. خب حالی سیر با کیلوش نمیتی براش؟ نه سیر با خودش میاد دیگه، 5 روپیه فایده نمیده دیگه. کریت چند میای گفتی؟ کریت 3.5 ساعت. کریت 3.5 ساعت. با چند کیلو داره یک کریتش؟ 12 کیلو. 12 کیلو. بسیار خوب. این شفتالو کجاست باز؟ مزار شریف. از مزار شریف میاد؟ بله. بسیار خوب، بسیار عالی. ماشاءالله. زنده و سلامت باشین. کدام پیام گفتنی دارین؟ هیچ گفتنی دیگه نداریم. سلامت باشین، قربانت، به امید دیدار. نمیگه بس مازه. سلامت باشین. میریم هموطنان عزیز ما دیگه کسایی که در اینجا میوه میفروشن با او معرفی میشیم. احتیاط ما همینجا تیر شویم به اجازه گفتن. این همی تو تیر شویم این طرف بریم و با دیگه هموطنان عزیز ما صحبت کنیم. نفر خیرش. السلام علیکم، خوب هستین بزرگوار؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر باشین، زنده باشین. تشکر از شما. زنده باشین. نامتان چیه؟ نام محمد الله است. محمد الله. بله. آقای محمد الله، چقدر وقت است اینجا شما میوه میفروشین؟ یگان 10 سال میشه. 10 سال میشه. همین این طرف میگردی نه همیشه؟ همین سرای چوک است. همینجا هستین. بسیار خوب.
شفتالو میفری چی نه شفتالو اونجا یک شفتالوی دیگر رو دیدیم ما مثلا تو سرخ هستی تو اون شفتالو به نام شلیل است. شلیل آه شفتالو به نام بخملی است. این به نام بخملی است بخملی است. اینه با سیرش چند است این سیر به حساب 300 روپیه میشه. 300 او هم میگفت 300 او هم 300 روپیه است. هر دوش یک است. هر دو تاش یک بس کرتکی میارن باز شما آه یا کرتگی یا چیز است از همیشه است. شفتالو امام صاحب است. امام صاحب است بله. ماشاءالله هموطن عزیز شما میبینین ده امام صاحب شفتالوش میگه این شفتالو امام از صاحب امام صاحب است یا از امام صاحب است. وارا گفتن که از مزار شریف آمده نه از همیشه است. از اینجاست شفتالو همیشه است. باز کیلویش چند میتن کیلویش 50 میفروشیم سیر 3.5 روپیه میشه. کیلوی 50 3.5 با سیرکی که یگان تو میگیره 300 روپیه میتونه. بسیار خوب بسیار عالی بسیار عالی تولد وطن است دیگه. تولد وطن کدام است. گفتنی کدام چیز سلامت دارن باشید، زنده باشید. سلامت باشین قربانتان اینم اینجا یک آقا مرا اشاره کرد امروشان گپ بزنیم السلام علیکم بغلتان بتین بغلتان چطور هستین خوب هستین بخیر جان شما جور سلامت شما خوب است بخیر هستین سلامت قربانتان یک جان سپاس از شما خودتان معرفی کنین در کامرا جان محمد جان محمد بله. آقای جان محمد چی کاروبار میکنین مرد کاری مردی کاری میکنین آه. در کارتان برکت بله. امروز سر کار بودین یا بیکار بودین امروز 300 روپیه کار کردیم 300 آه همیشه سر کار میرین یا نه که یک امروز رفتین سر کار؟ کدام رو میریم دیگر روزا سر کار نمیبره نه کارا همین وقتا خوب است یا نه که کم است چطور حالی از این پس گم هم میشه کارم گم میشه کمچین شده؟ آه زنده و سلامت باشین یک جان سپاس از شما تشکر زیاد چیز امر خدمت بر ما باشه امر خدمت نمی داشتگی نداره و نداشتگی جا نداریم اولی خانه یلا هیچ چیز جای نیست اقتصادتان ضعیف است همین تو ضعیف هستیم بسیار یک لحظه جانم شاهزاده ببخشید خانه مانه جور نشده هیچ جور کردن نمیتونیم هموطن عزیزم آقای جان محمد میگه ما از خانواده فقیر هستیم یعنی خانه و یا زندگی و یا چیزی نداریم شما از اینجا هستین از مهاجر خونه بودین از ایران خونه آمدین ماجر بریم مهاجر هستین بسیار خوب از ایران آمدین چقدر وقت میشه آمدین از ایران تیرامو آمدیم تیرامو نکن اذیتش نکن خیر تو میشه بسته که آزار و اذیتشان نکنی صحیح است آفرین زنده و سلامت باشین ببینیم که کسی اگر کمک همکاری آن شما را دید باز نمبر ما رو مادام روی صفحه ماندگی هستیم باز امروزتون کمک میشن خیر بینه زنده و سلامت باشین قربانتان یک جان سپاس به امید دیدار نکو آزار اذیتش نکنین سلامت باشین به امید دیدار خداحافظتان جان السلام علیکم بزرگوار چطور هستین خوب هستین بخیر صحت شما خوب است زنده باشین سلامت باشین هموطنان عزیز ما این آقای بزرگوار در سر چوک است فکر کنم دکان داره در اونجا همونطور است بله همیشه مرا استاد میکنه که تیر میشم در او را میگه کی همیشه شما چی وقت میایم که من شعر دارم گفتنی دارم چی وقت میایم من میگم میایم امی مصروف بودیم در قریه و در یا زراعت و یا را در تصویر میکشیدیم امروز گفتیم بیایم داخل شهر دوست ما رو دیدیم گفتن که ما باید شعر خودم بگویم خوب هستین ان شاء الله شکر قربان بخیر هستین سلامت باشین قربانتان نام شما چی است بزرگوار عتیق الله آقای عتیق الله از امام صاحب هستین بله از امام صاحب هستیم بسیار خوب بسیار خوب بسیار چند ساله هستین شما شاید باشیم یک 22 یا 23 22 یا 23 بله. بسیار خوب اونجا سر چوک دکان دارین شما بله چند سال از دکانداری میکنین حالا تقریبا یک 2 ماه میشه دیگه اومدیم اینجا 2 ماه میشه بله. تازه دکان گرفتین بله بسیار خوب بسیار عالی بسیار عالی کاروبارتان چطور است حالا کاروبار خدا را شکر خوب است فعلا خود دیگه یک ذره بسیار بسیار کاروبار خونه گفتین من شعر میگم کدام گفتنی دارم گفتین میرم دیگه فعلا خود تلفنم چارج ناره خاموش شد خب. مگر از دیر مگه اومد خب براتون میگم هیچ مشکل نیست هیچ کدام مشکلی نیست هیچ کدام مشکلی نیست دیگه زنده و سلامت باشین اگر کدام سلامت باشین گفتین تلفنتان پیشتان نیست و شعرم در ذهن ما هستم خب. مگه گل از گلستان رفت گلستان ویران شد چه کنیم که ما دوست داشتیم نصیب دیگران شد آشا بیادر وای ماشاءالله چیزی گل از گلستان رفت گلستان ویران شد گلستان ویران چه کنیم شد که ما دوست داشتیم نصیب دیگران شد نصیب دیگران شد کدام وقت عاشقم شدین عاشق نه والا خونه شدیم چطوری تو شعرهای عاشقانه خوانده حالا خوشم میامد شعر عاشقانه دیگه زنده و سلامت باشین یک جان سپاس از اینکه شعر خواندین مگه ما با جرم بی‌وفایی این گونه تنها شدیم شاه بیادر ما با جرم بی‌وفایی این گونه تنها شدیم شاه بیادر
ثبتش کنم دیگه اونجا. ثبتش کنیم؟ بله. بسیار خوب. اینه برای کی خواندی باز؟ برای شاه بیادر کی است؟ حالا دیگه تو کسایی که خرابات از دیگه فهم میدی خودشان میفهمن دیگه مطلب میگن همین خرابات ها فکر کنم نامشون شاه بیادر است. کسایی خودشان که برای ما خواندن؟ برای ما خواندم. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. کدام گفتنی دیگه اگر دارین مهربانی کامرا در خدمت شما. زنده باشین همچنان. قربانتان عزیز ما هستین. تشکر زیاد از شما. با امید دیدار میبینیم. سلامت باشین. جان ثبتش کنین باز ما. ثبتش کردیم. میره ثبت کرد کامرا. قربانتان عزیز ما هستین. نه در فیسبوک فرند است ما. قربانتان عزیز ما هستین. سلامت باشید. یک جان سپاس از شما. تشکر زیاد. خب قربانتان عزیز ما هستین. ما خیر رفتیم میریم هموطن عزیز ما دیگه طرف بخیر. یک لحظه اجازه است. کی صحبت میکنه؟ بیا کی صحبت میکنه این طرف بیا. خوب این طرف بیا. سعی کو کی گفت صحبت میکنه؟ کی صحبت میکنه؟ دروغ میگم معلم صاحب. خب اما کی میفروشه؟ صاحبی هم کی است؟ تله نکنین اذیت نکنین. خب صاحبی هم کی است؟ کسی نیست. میریم و در اینجا با یک از هموطنان دیگه ما صحبت میکنیم. السلام علیکم بزرگوار، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ ما همین تو تیر میشیم او طرف میایم پیش جان. چی حال دارین بزرگوار؟ خوش آمدین داداش. خوش باشین. دوستکتان بخیر. بخیر شکر هستین؟ زنده و سلامت باشین. سلامت باشین قربانتان. جان والا 180 افغانی. 180 افغانی. درست. خواهش میکنم مهربانی سلامتتان بکنین. کیلویش 180 نه خیر درجنش هست سلام. درجنش؟ بله. یک درجنش چقدر است؟ 180 افغانی سلام. 180 افغانی. چند بله. دانه داره یک درجن؟ 12 دانه داره والا. 12 دانه بله. داره؟ بسیار. یکی دیگه ازو؟ آن انداخت. بیار یکی دیگه هم بیار. باز جان بدر. خب شما اینجا میوه فروشی میکنین؟ بله. ام کیلویی چند است که اونجا ام دارین مثلا؟ هم لالا 120 افغانی است. 120 افغانی؟ 120 110 می تو مفروشیم. شفتالو کیلویی چند است؟ شفتالو بخشون 40 افغانی 70 افغانی همین تو هر نوع شفتالو داریم. دو رقم شفتالو. کیراس کیلویی چند است؟ این بخشون 140 افغانی. خب خیر گپی نیست. این مردم مستشیر رقم کنیم. خیرش باشه. زنده و سلامت باشین. خواهش یک می‌کنم جان برادر. سپاس از شما. اینجا کمکی اذیت شده رستن فکر کنم شما. خب کایمون سلامت مهمون باشین شن قربان. یک جان سپاس. به امید دیدار می‌بینیم. السلام علیکم. و علیکم کاکا جان چطور هستین؟ بخیر خوب هستین؟ جور بخیر هستین؟ بخیر خوب آرام است؟ هستین شکر. بخیر هستین؟ بخیر باشین. سلامت باشین قربانتان. باشین. زنده باشین. نامتان چیست؟ نام عبدالغفور. عبدالغفور. بله. آقای عبدالغفور چند ساله هستین شما؟ 52 باشم. 52 ساله؟ بله. ماشاءالله. چند سال است این کاروبار رو میکنین؟ تو میوه میفروشین؟ یک 16 سال میشه در میشار امام صاحب هستم. خود من خانواده است. از خانوات هستین؟ بله آه. ولی در امام صاحب این میجا زندار شدیم این میجا ماندیم دیگه. این 16 خودتان سال. از خانوات هستین؟ از امام صاحب زن گرفتین؟ این میجا ماند. این اینجا ماندگار بله شدین؟ فکر کنم از طرف خانواده خسرو زور بودن چطور؟ نه خود ما میگه کار غریبی خوبش از تو شار خورده است. از من ما گفتن که اگر رسی میکنی قد دختر نه رو بعد اینجا باشه. نه تو نگفته روز اول رفتم 3 سال در انقلاب خانواده بودم پس آمدم با اینمی چی به ما پس آمدن در امام صاحب. بله اینجا خانه کرایی است خانه شخصی است چطور؟ نه خانه گروی است خو جور کرده رئیسم دیگه اولیام جور کرده رئیسم. گروی است؟ گروی است قبلی جور کرده رئیسم. از خودتان شخصی جور کرده هستید؟ ای ماشاءالله بسیار خوب بسیار خوب. گفتین از خانوات هستین و در امام صاحب زندگی میکنین؟ 16 سال میشه این کارو میکنین؟ 16 سال اینمی میوه سودا میکنین. اینمی پاکتک که شما جور کردین الله ایدن خیر گپ نداره. صدقه نش گپ نداره. قربانتان. اینه که دو تاش هم درویش غلطید. این چقدر است باز؟ این 1.5 خورد. 1.5 خورد. بله. 1.5 خوردش چقدر میشه؟ 1.5 خوردش از گرامکی که بگوییم 150 گرم. 150 گرم 1.5 خورد. خیلی خورد و گرم یکی بود هر دو تایشان ها؟ نه خورد با 100 گرم است. 1.5 خورد؟ یعنی باز 1.5 100 گرم میشه؟ این 100 گرم است این 150 گرم بود طول میکنه. ای ماشاءالله ای ماشاءالله بسیار خوب. باز این چند است قیمتش؟ 10 روپیه 1.5 100 گرم ها؟ باز کیلویش چند است؟ کیلو رو رقمی که کیلو بگیری باز 50 روپیه میشه. نه او رقمی 50 روپیه.
کیلو 50 روپا. کیلوی 50 میشه. بسیار کیلوی بسیار بسیار عالی. زنده و سلامت باشین. در با خانه عزت باشین. فقط خودتان هستین؟ کدام بچه‌تان دیگه هم هست که نانآور کار کرد؟ از خب نانآور نیست، ایران بود پس آمد اونجا قرار خواست در خانه. چی وقت آمد از ایران؟ تیر ماه تیر شده. تیر ماه تیر آب شده. جولی جور کرده رئیس. بسیار خوب بسیار. زنده و سلامت باشین. با عزت کدام باشین. امر دستور برای ما باشه. بس خانه آباد خداوند نگیرتونه بخیر باشین، خداوند آرام و جور و صحت داشته باشه. سلامت که آمدین باشین. احوال ما را گرفتین، آمدین از ما گزارش گرفتین، اینمی بسیار ما خوش قربانتان. شدیم. شما افتخار ما هستین. نه زنده نوری و چه شما سلامت هستین، ما باشین. خاک پایتان هستیم. خیر عزیز ببینید. ما هستین. جور باشین. بادار ما هستین. بخیر باشین، قربانتان. به عزت یک جان باشین. سپاس از شما. خب، امید دیگه دیدار خدمت می‌بینیم. باشه. سلامت شب باشین. میمانیم و میشین تشکر. ولی نه هیچ قربانتان. کدام گپی نیست. سلامت با خدا اینا. برو عزیز خداوند ما هستین. یک نگهدار. جان سپاس. خیر امید دیدار می‌بینیم. بخیر باشین. میریم و برو با بس دیگه هموطن عزیز ما قربانتان عزیز ما هستین. میریم و با دیگه هموطن عزیز ما صحبت میکنیم و هم مصاحبه میکنیم. کسایی که در اینجا میوه فروشی میکنن امروز از او صحبت میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. وقت دارین امروزتون صحبت کنیم؟ وقت دارین؟ بسیار خوب. ما خازنه اینجا تیر میشیم. مشتری تان سودایش بتین برش. که این مشتری است آقا؟ سلام علیکم. سلام برسا. چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر صحت شما خوب است؟ بخیر باشین. ام بغل تا برای ما بده آشنا به نظر میرسین. خوب هستین؟ بخیر صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ قربانتان سلامت. از قنجقه آمده بودین، از قنجقه هستیم ما. از قنجقه هستین؟ بله. ای ماشاءالله. ببین ما میگم آشنا هستین فراموشم نشدین. بله. خوب هستین ان شاء الله؟ تشکر، سلامت چی باشین. میکنین؟ چی خریدین؟ یک ذره میوه بخیر مفتم آمدیم. از کدام میوه گرفتین شما؟ از کلگش میگیریم. از کلگش بله. بسیار خوب. زنده و سلامت باشین. کدام امر دستور برای ما باشه. سلامت، بخیر باشین. قربانتان زنده باشین. میریم خطی آقایی که میوه فروش هستن صحبت. شما سودایتان رو بگیرین خلاص مشکلی نیست. حل کنین کارتان. باز همراه آقا صحبت میکنیم. سلام برسه. خوب هستین؟ بهتر خوب هستین؟ بخیر خیر و هستین؟ خیرت. شما خوب آرام است؟ ان شاء الله. سلامت باشین. زنده باشین، قربانتان. سلامت باشین. چی فروختین؟ فعلا هم فروختیم. ام فروختین؟ بله. اما کیلوی چند فروختین؟ اما فعلا در امام صاحب که 100 روپیه از چند روز پیش که بود 120 فعلا 100 روپیه است نرخ. کیلوی 100 روپا؟ کیلو 100 روپیه بله. بسیار بسیار. باز همین کیراس کیلوی چند میتی؟ کیراس فرق میکنه اگر رقم کلان است تو. بله گلاس که است کیلو 130 هم است 120 هم است و 110 میفروشیم. 120 130 110 میفروشیم. بله سه رقم گلاس داریم. نرخ ثابت نداره باز؟ نه دیگه کامروزی که در شهر نباشه باز قیمت میشه چیزی که زیاد باشه ارزان میشه. بله. اما گفتین کیلوی 100 روپا. کیلو 100 روپیه. شفتالو باز کیلوی چند است؟ شفتالو که از اون شفتالو است از مزار میاد. یا؟ کیلو 40 30 میفروشه. این شفتالو است 50 روپیه است باز. یا 50 روپا؟ بله. کیله درجن چند است باز؟ درجن کیله که از اولخی خرداش مانده است. بگی برم تازه خوبتر با 120 میفروشه. فعلا اینا را 100 و 80. درجنش 120. بله 12 تا یک درجن میشه. درجن 100 هم میفروشیم و 80 هم میفروشیم و ضعیفای شده. دانه 10 روپا، دانه 8 روپا، دانه 7 روپا امیر. بله دقیقاً نمیگم. قیمت نیست به نظرتون؟ قیمت خواست فعلا دیگه فصل کیله فعلا نیست. چند وقت بعد بیا و درجن 50 روپیه 40 روپیه میشه. فعلا کمچین است یک ذره دیگه. چقدر وقت است که شما در اینجا کار میکنین؟ ما تقریبا 5 سال میشه کار میکنیم. 5 سال میشه. بله. با شما جای ثابت ندارین نه فکر جای کنم. ثابت ندارم شهرولی یگان وقت برای ما جای میاد بعد از اون دیگه پس جای کنسل میشه فعلا دیگه جای ثابت نداریم اینجا کار میکنیم. میگه امی راستی سرای میوه فروشی جور شده همونطور است؟ بله جور شده. در اونجا هم حتما ما یک روز گزارش می داشته باشیم. باز وقتی که در اونجا میوه فروشی جور شده شما رو در اینجا اذیت و آزار نمیتن چیزی نمیگن؟ تا فعلا ما چیز نگفته از این بعد امکان داره که ما طرف بریم برای اون راسته بده وقت خوشحال میشه راسته درست برای ما موقعیت ما معلوم باشه ما خوشحال میشیم. خاطر اینکه که سرک با ما مزرعه میگنه چنگ و خاک است دیگه است و مجبوری است بالاخره بله. که همینجا کار میکنیم. اما می شهر پیاده رو یا بسته میشه بله، نظم بله. شهر هم به هم میخوره همین بله. رقم است؟ بله به این خاطر است ما خوشحال میشیم راسته با ما بده جای مشخص باشه ما خوشحال میشیم مشکل نداره دیگه. زنده و سلامت باشین. کدام پیام گفتنی دارین؟ تشکر بیادر پیام خاص ندارم بیادر دیگه یعنی کدام چیزی که اشتها داره بیادر میوه داریم بیادر. شما عزیز ما هستین قربانتان یک جان سپاس نور دیده ما هستین. زنده باشین سلامت باشین خوشحال به شدم. امید دار. خوشحال قربانتان شدم. سلامت باشین قربانتان به امید دار. میریم و با دیگه هموطن عزیز ما که اینجا میوه فروشی دارن و یا هم کار میکنه با او معرف میشم. السلام علیکم بزرگوار چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جان شما جور؟ فضل خدا آرام و سلامت. سلامت باشین زنده باشین. نامتان چی است بزرگوار؟ محمد جان حیدری هستم یکی از میوه فروشای ولسوالی حضرت امام صاحب بیادر. ای ماشاءالله. محمد جان حیدری. بله سبا. نامتان محمد خواست بله ها. باز جانم هست. جانم در آخرش اضافه است ها. کی در نامی را براتان مانده باز؟ میره پدرم مونده. پدر جانتان بله مانده؟ اولی محمد جان است باز نامتان؟ بله سبا. ای ماشاءالله بسیار خوب بسیار. حیدری تخلص میکنم. حیدری صاحب عزیز بسیار خوب. امایتان فکر کنم خلاص کردید. خلاص کردیم ما بخیر کم دیگه مانده. کم مونده.
3 کیلو مانده یا نه به نظر؟ همون تو راست 3 کیلو مانده. باز کیلوی چند است؟ کیلویی هم 80 روپه 90 روپه سودا میکنیم. 80 روپه 90 روپه. قسمی که دوست ما گفت همین 100 80 90 همینطور میفروشیم. بله. سیبتان فکر کنم ما دیگه جای سیب ندیدیم تا به فی الحال. این سیب فقط خودتان دارین فکر کنم. بله سیبا. دیگه کسی نیاورده فکر کنم نه. نه مارکت کمی آمده بود. سیرش چند است و یا کیلویش چند است؟ سیرش 200 میاد کیلو 30 روپه. کیلویش 30 روپه سیر. بله. بله. باز یک سیرش چند کیلو است؟ یک سیر ما 7 کیلو است. 7 کیلو است. یا البته هموطنان عزیز ما سیر کجاست؟ سیر ولایت کندوز نه؟ این سیر کندوز است بله از کندوز آمده. همین سیرش یعنی یک 7 کیلوش که یک سیر میشه. مثلا طرف ایران تو یا هستن میگه یک من نه؟ یک من اونجا متفاوت است. متفاوت است بسیار خوب. چقدر وقت است اینجا کاروبار میکنید؟ ما تقریبا 3 سال میشه که میوه فروشی هستم. بله. بازم تو هر طرف میری نه؟ همینجا هستیم بعضی وقت یکون جای دیگه در راسته میریم بعضی وقت اینجا میباشیم. مالیه هم باز میپردازین شما؟ مالیه خونی تجاری میتیم. تجاریش باز چقدر است؟ تجاری خو فعلا مای 500 خونی تجاری. مای 500. بله. باز خوب است. هر طرف ولی میرین در جای آزاد است نه؟ بله خوب است. بسیار بسیار. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه وقت گذاشتین با ما صحبت کردین. همچنان تشکر از سلامت باشین. خدا مامور دستور برای ما باشه. زنده و سلامت باشین. خوشحال شدم. قربانتان عزیزم. السلام علیکم. چطور هستین بزرگوار؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جان شما جور است؟ صحت شما خوب است؟ شکر دعای سرتون بخیر باشه. بخیر باشین، زنده باشین، سلامت باشین. تربوزا از کی است؟ تربوزا از خودم است برادر. از خودت است؟ بسیار. خربوزا از کی است؟ خربوزا از خودم است برادر. ای ماشاءالله ای ماشاءالله بسیار خوب بسیار. تربوز میشه اینجا بیاین کدام مشکلی خو نداره؟ اینجا استاشن؟ نه. تربوز با سیر چند است؟ سیر 40 روپه است. سیر 40 روپه. بله. چرا اینقدر ارزان شده؟ ارزان است. فعلا دهقان دیگه مسلمان هیچ راه روشنی نداره جای ببره. اگر جایی هم ببره اینو سیر 40 است 30 است از کدام اینجا خوب است. همینجا خوب است. با شما که اینجا مثلا ایره میفروشین تجاری میتونین پیسه بر دولت؟ بله. بسیار بسیار. تربوز کجا هستی؟ این تربوز از ملاوغان می از کنچک می از گنباز می از هر منطقه می. ملاوغان کجاست؟ از امام صاحب است. بله. کوکچه گنباز خو از امام صاحب است. کوکچه و نامایی که گرفتی ملاوغان همش از امام صاحب است. بله کلش از امام صاحب است. شرکای امام صاحب است. بسیار بسیار. سیری 40 روپه گفتی. بله. بازی تو چیزم داره مراحت هم داره یگان تایی که مثلا میه مثالش یک مایده و چیزش میمونه با سیر 30 روپه و 35 و 20 هر رقم سودا میکنن. بله. اینم یکش میشه ما بالا کنم کدام گپ خو نداره. نه. شما امیر یک دقیقه بگیرین ببخشین بسیار زیاد بگیریمش. بله. ما شما قسمی که میبینین چند سیر میایی؟ شاید بگم 13 کیلو 13 14 یا نه زیاد میه از دو سیر خو از دو سیر بالا میشه. به نظر من 17 18 کیلو میه 15 16 میه. بله. باز امیر هم رقم میفروشین کیلو 40 روپه. بله. نه کیلو نه سیر 40 روپه. سیر 40 روپه؟ بله. سیر 40 روپه. من خیلی کیلو گکت. این هموطن عزیزم از امام صاحب از ولایت کندوز قسمی که براتون میگم از کدامش بگویم از زراعتش بگویم از شالیش بگویم از کدامش از مردمی با کلتور و با فرهنگش بگویم. قربانتان هموطن عزیزم. اینا میمانیم و پس چی میکنیم؟ میریم در جان خربزه شما. چه خربزهای مقبول هم تو داریم. مهربانی بیاین ایره در شارت نزدیک می داشته باشیم. قسمی که شما میبینید هموطن عزیزم واقعا که خربزه اما تو خربزه است. این خربزه باز خربزه کجاست میشه پیشتر بین؟ خربزه گنباز میگه یک منطقه را از امام صاحب چیزی دورتر است. از اون منطقه میاد دیگه از طرف بندر مدار منطقه میاد مقصد خربزه گنباز گفتید. بله. این خربزه فکر کنم مربوط امام صاحب میشه هر منطقه که میاد از امام صاحب است نزدیک امام صاحب است. ای ماشاءالله. بله. همین خربزه گنباز نام داره یا نداره؟ بله غازی خانی میگه ایره. غازی خانی میگه. باز از او علپچاق و چونتور و این رقمی خو نداره؟ نه داره میگه خلاص شده. خلاص شده؟ بله. بسیار. ما یک جای دیگه دیروز رفتیم گزارش گرفتیم به نام خربزه شورکل بود. بله. شورکل شنیدی؟ بله. اون نزدیک باسود است. زیاد مشهور است و هم شیرین است خربزه. میگه بسیار خربزه شیرین و متعالی میگه در افغانستان نام داره. واقعیت است. واقعیت است میگه. شما چطور خربزه تان از چه آوردین؟ بازم تعریفی از او را میکنید. خوبتر است. هر منطقه از خود یک نام داره. شورکل مثالش افتاولوق اون منطقه خربزه میه هر تخمه. باز کدام خربزه به نظرت خوب شیرین است؟ خربزه شورکل شیرین است یا خربزه؟ این تو است که یا خربزه که به نام علپچاق میگه باز او از کلی خربزه که خوبش است. بله اینجا که شما علپچاق ندارین؟ نداریم بله.
یعنی او خربزه و علا پچاق دیگه اون بیخی دیگه مثل ناگوریست. مثل ناگوری همون تو خوشمزه. مغزی نرم داره بسیار. بسیار خوب بسیار خوب. خب باز این خربزه را سیرش چند است؟ 140 130 تا 120 میفروشیم. ما دیروز در اونجا رفتیم و هم میگفتن 120. بله. حتی میگفت تا 90 هم ما میدیم. وای تو از که لاشش که بانه باز ارزان میتن. لاشش که بانه بله. ارزان میتن؟ بله. بسیار. یا را باز تازه چیندین؟ بله امروز چیندین؟ همین صبحی آورده. بسیار بسیار. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه برای ما معلومات دادین. قربانتان یک جان سپاس. میریم پیشانم کسی که تربوز داره با او هم یک صحبت میکنیم. میریم. تربوز از کی است؟ از کی است؟ اینجا فکر کنم کسی نمیخواد صحبت کنه دیگه. حتما کدام مشکل است کدام گپ است. خوب هموطن عزیزم ایام بود شهرک امام صاحب قسمی که شما مشاهده میکنین. اینجا سر چوک است. یک کمره را دور میتیم اینمی طور میبینیم سر چوک نشان میتیم برای هموطن عزیز ما. اینجا سر چوک امام صاحب بود که هموطن عزیز ما هر کس مصروفی هر کار است. یکی میوه میفروشه، یکی خربزه میفروشه، یکی کار میکنه، غریبی میکنه، برای کسب و کار خود هر کس در اینجا مصروف است. زنده و سلامت باشین. تشکر میکنم که ما را همراهی میکنین و همراه ما هستین. اگر چنل ما را فالو دارین همیشه ما را میتونین ببینین. اگر چنل ما را فالو ندارین متاسفانه از همدیگر دور هستیم. هیچ وقتی هم همدیگر را نمیبینیم هموطن عزیز. قربانتان یک جان سپاس. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه ما را دنبال کردین و برنامه ما را دیدین. تا دیدار بعد شما را به الله یکتا و یگانه می سپارم. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم.